بسم الله الرحمن الرحیم. تا این قسمت شغل ریکارد شد. پروژه را ساختیم، قبلا معرفی بود و پروژه را یک دونه پروژه ساختیم. حالا این پروژه را میخوایم باز کنیم، داخلش ببینیم و اجرا کنیم که چطور اجرا میشه. CMD را میاریم و ما از قبل VS Code نصب کردیم. اگر شما نصب نکردین میرین نصب میکنیم، به سایتش میرین، نوشته میکنین دانلود VS Code. نمی سایت رسمیش است code.visual studio. فکرتان باشه ویژوال استودیو با ویژوال استودیو کد فرق میکنه. ویژوال استودیو این نیست، ویژوال استودیو کد این نیست. در فرانت اند ما از این استفاده میکنم، جاوا اسکریپت، انگولار اینا. ویژوال استودیو کد بهتر است، یک ادیتور خیلی خوب است، شارتکت های خوب داره، امکانات خوب داره. خب در سایت ازی میرین و ایره دانلود میکنین تا این صفحه لود شوه. خب در اینجا آمدیم و CMD تایپ کردیم که اینی صفحه است و در این قسمت خب نوشته میکنین کد، یعنی همین برنامه VS Code و نقطه یعنی اینمی فولدر که فعلا داخلش هستم، فولدر مای پروژکت، اینمی رو داخل VS Code واسکو. و قبل از اینکه ایره بزنیم، ایره انتر کنیم، باید اینی رو دانلود کرده باشیم که طریق دانلودش دیگه آسان است، خودتان میفهمید. میرین ورژن 64 بیت برای ویندوز انتخاب میکنین، دانلود میکنین و نصب میکنین و آمد. و سیستم اینستالر بهتر است بگیرین و 64 بیت انتخاب میکنین. وقتی کلیک کنین دانلود شروع میشه، یا صفحه دیگه من یادم میشه دانلود میشه. خب ما قبلا نصب کردیم، یک کمند اجرا میکنم و انمی فولدر رو برام داخل VS Code یا ویژوال استودیو کد باز میکنه. اگه پیام آمد ترست میزنین و یس، اگر نزنین باز فایل های داخل زیر ادیت نمیکنه، اجرا نمیکنه درست. ترست. خب یک فایل ای را بسته میکنیم CMD رو. یک فایل دیفالت است که از اول وجود داره، این مهم نیست. و فایل های مربوط پروژه ما همین هست. خواستیم بزرگتر شود کنترل و مثبت میزنیم، یا خواستیم که زوم اوت کنین کنترل و منفی رو میزنیم به این شکل. خب در اینجا بعض فایل ها و فولدر ها رو میبینیم. فولدر اول چی است؟ فولدر اول مربوط ستینگ خود نظمی ادیتور تان است، خودمی برنامه VS Code ستینگ های خود اینجا ذخیره میکنه. نود مودیول در اینجا پکیج های است که انگولار از استفاده میکنه، پکیج های نود است که از استفاده میکنه و خود انگولار هم چون پکیج نوده است اینجا نصب شده میبینین. مثلا انگولار دفکت، رنگا و انگولار فارم، نایفام تایپ، CLI تمامش در اینجا نصب است. شما هیچ وقت لازم نمیشه در این فولدر بین، این فولدر اتومات خودش ساخته میشه. در اول وقت پروژه ساخته میشه اینمی فایل ها ساخته میشه بدون اینی پکیج lock.json و وقتی شما npm install زدین، npm install میره اینی فایل میبینه، هر پکیجی که در اینجا بود با این ورژن میره نصب میکنه. وقتی نصب کرد خب این میگه که بزرگتر از ورژن 14 باشه، مثلا خود 14 یا 15 را رفت نصب کرد. وقتی نصب کرد خلاص شد، تمامش رفت داخل فولدر نود مودیول نصب شد، دیگه دو کار ندارین شما. اینمی لیست سافتویرهایی که نصب شد با ورژنش میاد در پکیج lock.json ذخیره میشه و بار بعدی یک نفر دیگه اگر
بخواه پروژه رو بگیره لازم نیست که این فولدر نود مدیول هم برش کپی کنین، چون داخل از این هزارها دانه فایل است و کپیش خیلی وقت میبره. کافی است پروژه رو بگیره و npm اینستال بزنه، این فولدر خودش ساخته میشه و کدام پکیج ها داخل از این باید باشه. ده این دو دانه فایل هست. این دو دانه فایل چی به درد میخوره؟ پکیج ها یا سافتویرهایی که کار میگیرین لیستش ده اینا هست. حتی اگه خودش نباشم لیستش هست. وقتی npm اینستال دادین میره نصب میکنه، این فولدر جور میشه. پس اینی فولدر رو فهمیدیم، این رو فهمیدیم، اینی دو دانه رو فهمیدیم. فایل ریدمی، فایل کار ما ده اینا کار ندارین شما. اینی مثلا برای تست هست، تستینگ. وقتی شما تست کنین، تست نمیکنیم ما خیلی دور هستیم از اون مرحله، اصلا لازم نیست فعلا. برای شروع فقط یاد میگیریم. ده ای فایل هم کار ندارین، ده ای فایل ها هیچ کدامشون ما کار نداریم. فایل های کنفیگوریشن خود انگولار است و یک فایل وجود داره نام انگولار .json. ده اینجا میبینین که بعض پکیج هایی که ده اون نصب شده ده اینجا لیستش آمده. این فایل ها را هیچ وقت شما خودتان ادیت نمی کنید، خود فریمورک انگولار را می سازه برای شما. مثلا گیت اگنور اینا را دوست نمیزنین. تمام کار ما همراه فولدر src است. فولدر src برای ما مهم اینمی فولدر. و خب اگر شما به این شکل رنگ نداشت، شما میتونین که برین در بخش اکستنشن ها، برین در بخش اکستنشن، این قسمت بخش اکستنشن کلیک کردین، بر انگولار اینی انگولار اکستنشن پک نصب کنین. ساده است، روی اینجا تایپ میکنین انگولار اکستنشن پک. این برای شما بعض کمک میکنن که کدتان زودتر نوشته کنین، راحتتر نوشته کنین، رنگ کنه فایل هایتان. این نصب میکنین. وقتی که روی ازی کلیک کنین، چون من نصب کردیم گزینه اینستال دیگه برای من آمده، برای من ان اینستال آمده. شما اینستال میزنین، صبر میکنین که اینی اسنپت ها و سرویس هایش اینجا نصب شود. یعنی قدر سافتویرک های خرد است، پلاگین هایی است که داخل ویس کد برای نوشته کردن انگولار به درد ما میخوره اینا. پس این نصب میکنین از بخش اکستنشن ها. اینجا نامش تایپ میکنین. وقتی که آمد سعی کنین این یادم مؤلف شد سمی اکستنشن پک ساخته، داخلش دیگه اکستنشن هاست، این پک است، مجموعه است. این هر نفرم 241,000 نفرم دانلودش کرده. خب خلاص شده، ای کار نداریم و بعض فولدرش تشکیل دادم و فولدر src رو میبینیم. هر کدی که ما نوشته میکنیم، فیچرهای مختلف css html هر چیزی که نوشته میکنیم داخل فولدر چی است؟ src. تمامش داخل فولدر src. پس دیگه کار نداریم، اینا رو نه دیلیت میکنیم نه ادیت میکنیم، مگری که لازم شد بعدن کدام ایرور بگیره که قبلا مثلا دیدیم ما آمدم اینی رو حذف کردم، اینی رو حذف کردم و دوباره npm زدم ویدیو تا خودش آمد، خودم نساختم. چون ایرور آمده بود من گوگل سیچ کردم، گفت اینا رو حذف کن، npm بزن نصب میشه. فعلا دیگه کار نداریم. و در ویس کد هستیم، یک کلید در کیبورد وجود داره که پوینتر از اسکیپ است، سمت چپ یک مثل مدوری است. کنترل همراه از اون میزنیم، کنترل میگیریم پوره میزنیم و ترمینال باز میشه دی پایین. البته ترمینال از اینجا میتونین بیاریم، مثلا اگه اینجا نبود میتونین بریم در ترمینال، نیو ترمینال دی پایین میایه. و فعلا داخل فولدر مای پروژکت هستیم، داخل نظامی فولدر هستیم که فایل هایتان هست. این دیگه قسمت های شما کار نداریم. در این فولدر شتا میکنین ng. خب در اینجا میبینین که دوتا پارشل واز هست، من یکشه بسته میکنم، هم یکی کافی است بر فعلا. اینجا نشتا میکنین ng و صرف به این شکل
و انتر میزنین. کمپایلر انگولار میایه یک چند فایل که وقتی پروژه میسازین یک چند فایل نمونه هم ساخته میشه از قبل. اون نمونه رو میاد در مادیول در بندلا تولید میکنه که مخصوص براوزر است. جنریت تولید میکنه بر براوزر بندل یعنی مجموعه از مادیول های خود تولید میکنه که اونمو شامل اپلیکیشن تان است. اپلیکیشن بندل های تان تولید میکنه. فهمیدین؟ بندل ها تولید میکنه بر براوزر. بازنمو رو میتونید در براوزر باز کنید. یه جنریتینگ است، به این شکل ادامه داره تا که تولید شود تمامش. و اگر شما متوجه باشید اینجا یک فولدر به نام انگولار ساخته شد وقتی من اینجا کامند دادم. خب compiled successfully. هر وقت که این آمد قبل از او یک پیام آمده نوشته است که Angular Live Development Server is listening on localhost 4200. The relocalhost port 4200. میتونین ایره یادداشت کنین پشتان که پورت دیفالت انگولار 4200 است. پورت دیفالت انگولار 4200 است. و ما در براوزر میتونیم که در اینجا بریم و اپلیکیشن رو ببینیم. خب وقتی ما این کامند زدم این فولدر جور شد. این فولدر چی است که جور شد؟ در این فولدر اونمو وب پک یک سافتویر است، یک پکیج خرد است. یعنی فایل های کود های ما رو میگیره تبدیل میکنه در بندل هایی که در براوزر رن میشه. بندل یعنی مجموعه فایل هایی که در براوزر رن میشه. او میاد اینجا میمونشه. ایناست. شما هیچ وقت دیام غرض نمیگیرین. فولدر هایی که با نقطه شروع میشه هیچ وقت اونا کار نمیگیره. اونا خودش تولید میشه. مثلا این براوزر لیست اینا رو هیچ وقت غرض نمیگیره. فقط ما در فولدر اساسی کار داریم فعلا. خب کمپایل سکسسفولی است و گفته که سرورم listening یعنی گوش میده با لوکال هاست پورت 4200. کافی شما کنترل بگیرین، کلید کنترل بگیرین، ماوس اینجا بیارین، سعی کنین علامه دست آمد و این لینک است. من کلیک کنم سعی کنم میگه فالو لینک کنترل جمع کلیک میکنم براوزر باز میشه. اینجا ببینین چشمک داده رئیس و همین مای پروژکت ما آمد. سعی کنین در قسمت بالا همین عنوان پروژه مای پروژکت بود اینجا نوشته است. یک دیزاین اولیه که خود انگولار وقتی نصب میکنیم، یک پروژه وقتی میسازیم، یک دیزاین همونطور ساده یک صفحه برای شما میاره که بفهمین که بله پروژه ما در حال اجراست. که به درد ما نمیخوره، بعدا اینا رو ما تغییر میدیم. خب دیدیم که این همی هر وقت که در براوزر بیایم خود ما حتی لوکال هاست 4200 پورتش است. لوکال هاست یو آر ال خود ماست که اصلا 927 هم که نوشته کنی 01 اشتباه کردیم. خب یعنی با آی پی خود ما اگر بریم مشکل نداره. آی پی خودمون اونمو 127.001 است. پورت 4200. یعنی هر وقت که در براوزر اینجا ریکوست روان کنیم، یک درخواست اینجا روان کنیم، همی سرور انگولار جواب میده، یک صفحه رو برمون نشان میده. یکی صفحه کدام صفحه است و چطوری صفحه آمد مخنشته نکردیم. این کودش از قبل نوشته شده. اینجا باز در ویدیو بعدی میبینیم.